سلام، من امیر هستم و به کانال حواشی بازیگران خوش اومدید. حتما به گوشتون رسیده که داریوش مهرجویی و همسرش روز 22 شنبه کشته شدن. خب من امروز اومدم دلیل مرگشون و چجوری کشته شدن رو بهتون توضیح بدم. حتما قبل اینکه برید سراغ ویدیو کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روی آل بزنید و حتما قبل سابسکرایب یه کامنت برام بزنید. ممنون از همتون. بریم سراغ ویدیو. داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فرد در ویلایشان در کرج در آخرین دقایق روز شنبه 22 مهر 1402 به قتل رسیدند. محمد مهدی عسکردو، رئیس خانه سینما، این خبر را رسانه‌ای کرد. وی حادثه قتل مهرجویی و همسرش را در محل وقوع جرم تایید کرد. این حادثه در مشکین دشت شهر کرج رخ داده است. دختر مهرجویی اولین کسی است که با صحنه قتل پدر مادرش روبرو شده و به پلیس اطلاع داده است. عاملان این حادثه و انگیزه آنها از قتل هنوز نامعلوم است. وحیده محمدی فرد قبل از این حادثه در صفحه اینستاگرام خود خبر از سری شخصی ناشناس با لهجه غیر ایرانی خبر داد. گفته او فردی با چاقو و پشت پنجره ویلایشان تهیه کرده بود. همچنین در هفته‌های اخیر مورد سرقت نیز قرار گرفته بودند و 2 عدد سنتور که مربوط به پروژه سنتوری 2 بود به سرقت رفته بود. بر اساس گزارش پزشک قانونی پس از انجام کالبدگشایی علت فرم مرحوم مهرجویی و همسرش خونریزی شدید به دلیل جراحت وارده به واسطه برخورد چاقو یا جس برنده و نوک‌تیز به بدن اعلام شده است. صحنه قتل 4 نفر حضور داشتند که 3 نفر آنها در روز گذشته دستگیر شدند و نفر 4 امروز در صحنه قتل حضور داشت که با دستور قضایی بازداشت شد. همراه فردی که امروز بازداشت شده است، چاقو و 2 عدد گوشی همراه و چند قطعه طلای همسر مرحوم مهرجویی کشف شده است. و بخوام بهتون توضیح بدم، پزشک قانونی گفته به اثر چوب تا در باز میکنه، با چوب میزنه تو سرش و با چاقو حمله میکنه، اونو میکشه. بعد اینکه میبینه که مرده، میره سراغ طلاها و پول و دلار و هر چی که داشته رو برمیداره و فرار میکنه. دلیلش هم این بودی که میگفتن مثلا بدهکاری داشته و بهش نمیداد. میگفتن من بدهکاری ندارم. میگفته بدهکاری شما نداری، من پولی به شما نمیدم. و به خاطر همین این شخص عصبانی شده و شبش رفته اونو کشته و همه طلاها و همه چیزایی که ارزشمند بوده تو خونه رو دزدیده. حتما کانال من سابسکرایب کنید، قبلش همه کامنت هم بزنید. ممنون از همتون بابت حمایت. تا یه ویدیو دیگه یا حواشی دیگه، خدا نگهدار.